با سلام خدمت دوستان و همراهان گرامی. تصویری که مشاهده می‌فرمایید برگرفته از کتاب التفهیم. نویسنده در واقع این کتاب نویسندش دانشمند بزرگوار حکیم عالی‌قدر ابوریحان بیرونی که این کتاب توسط جناب آقای جلال الدین همایی جمع آوری شده و در قسمت باب سیوم حالها آسمان و زمین با این تصویر مشخص شده و ایشون می‌فرمایند که افلاک یا فلک چیست؟ جسمی است چون گوی گردنده اندر جای خیش و اندر میان او چیزهایی است که حرکت ایشان به سرشت خیش به خلاف حرکت فلک است و ما اندر میان آنیم و او را فلک نام کردند از بحر حرکت او که کرده است همچون حرکت بادریه و فیلسوفان او را اسیر نام همی کنند، اسیر با 3 نقطه. اما ایشون در کل میفرمایند که افلاک به صورت گوی هستند و تو در تو و 8 گوی رو ایشون معرفی میکنه که یکی یکی از گوی اول گوی قمر، در واقع در فلک اول گوی قمر هست، بعدی گوی عطارد یا مرکوری، بعدی گوی زهره، بعدی خورشید، ستاره خورشید، ستاره مریخ، ستاره اورمزد و ستاره ساترن یا زحل یا کیوان و 8مین مربوط به کوی ستارگان بیابانی که سبات هستند. به این ترتیب ایشون افلاک رو معرفی میکنه و من اینو به صورت 3 بعدی تا حدودی خواستم خدمتتون ارائه بکنم که توی این بخش یه ترسیمی رو حاصل شده از این قضیه و ما با همینو مشاهده میکنیم، یه مروری میکنیم. توی این قسمت این نمای پلن به این شکل که داریم، البته این حدود هست این شکل، ولی خب ترسیمی که ایجاد میشه زیباست. با توجه به این قضیه ما یه درکی رو از این حاصل میکنیم. اگر از این زاویه به این شکل نگاه بکنیم به این ترتیب، این همان افلاک تو در تو که رحم در رحم تو در تو هستند، دقیقاً مانند درون پیاز که پیچیدگی و درون یک پیاز رو مثال بزنیم، این ترسیم حاصل میشه و دقیقاً میدان تورس رو اینجا برای ما نمایان میکنه. اما هر کدوم از این ستارگان، همونطور که مستحضر هستید و دوستان عالی‌قدر میدونن این قضیه رو، هر کدوم دقیقاً به شکل در واقع مانند گل حیات ترسیمات هندسه مقدس یا هندسه کیهانی در حرکت و چرخش هستند و دقیقاً ما در وسط این در واقع گوی هستیم. دقیقاً اینجا این مرکزی که ما در اون واقع شدیم و همانچه که در بالا هست در پایین هم هست، همانچه که در قسمت‌های بالا هست در پایین هم هست. به همین ترتیب این میدان تورس رو ایجاد میکنه و اتفاقاً چقدر این میدان و این حالت و این شکل خیلی خیلی شباهت و کپی یا در واقع عیناً همان میدان تورسی هستش که هر آدم، هر انسان این رو داراست و همون 7 چاکراهایی که درون بدن انسان وجود داره که اینو ما تو این قسمت با این ترسیم زیبا میتونیم مشاهده.